همونجوری که مستظر هستین حاجی، من رفتم با نامه ضابط قضایی مقام قضایی، با مقام قضایی و نامش رفتیم اونجا حاجی. وارد اونجا که شدیم دیدیم هیچ اثری نیست، پاک و پوک. ضابط قضایی گفتش که حتی هیچ اثر انگشتی هم اینجا باقی نموند حاجی، همه رو پاک کردن. منم که نادم از اینکه چیزی دستم نبودش و اینکه پیش شما سرفکنده بیام حاجی، گفتم چیکار کنم دیگه. داشتیم از خونه خارج می‌شدیم، الله در یهو چشم افتاد به در زودپز. در باز کردم اومدم اونجا، در زودپز رو پیدا کردم، ولی هر چقدر گشتم زودپز نبود. همونجوری که داشتیم به کشف ضبط خودمون ادامه میدادیم حاجی، گفتم بهترین کار اینی که راهنمایی بگیریم از یک مقام قضایی بالا و مرجع. با شما تماس گرفتیم که حاجی با تماسی که گرفتم و با هوش و درایت و ذکاوت بنده و راهنمایی شما گفتین که عکسشو برام بفرست. تا من عکسشو براتون فرستادم گفتین که خودشه. همینو بردار تا باقی ماجرا رو براتون میگم حاجی.